در 5 سال اخیر تنها برای رشد ساحه معارف و تندرستی 36 میلیارد سامانی روانه گردیده. حصه مبلغ‌زاری ساحه‌های اجتماعی در حجم عمومی خراجات بودجه دولتی 44% را تشکیل کرد. در دوره ذکر شده از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری 842 بنای مؤسسه تعلیمی برای 382 هزار خواننده از جمله در سال 2022 190 بنای تعلیمی برای 87 هزار خواننده ساخته به استفاده داده شده است. همزمان با این با معلومات وکیلان محترم و هموطنان عزیز رسانیده می شود که در 31 سال استقلال دولتی 3430 مؤسسه نوی تعلیمی برای قریب 1.5 میلیون خواننده ساخته به استفاده داده شد. حالانکه در ظرف 70 سال زمان گذشته همگی 3229 مؤسسه تعلیمی بنیاد کرده شده بود. با وجود این هر سال ما باید نکم از 200 مؤسسه تعلیمی بنیاد کردن ما در کار است. رشد طبیعی افزایش اهالی ما 2.4-2.5% را سالانه تشکیل می‌دهد.